این منم، البته صندلی نه. این منم، اینم منم، همونطور که اون. خسته شدیم ولی اینم منم. خب دوستان، من فرازم و اینجا جهانی بیاد تو مرز منه. میخوام واسهتون یه داستان بگم. من 19 سالمه، بچه ارومیه‌ام و داستان از این قراره که من یا باید برم خدمت یا باید یوتیوبر شم یا باید برم کار کنم، چون دیگه واقعا بزرگ شدم و نمیتونم مفخوری کنم. منم هدفم یوتیوبر شدنه واقعیتش و اصلا دوست ندارم قبل از اینکه یوتیوبر بشم برم خدمت. پس یا باید شروع کنم و مثل همیشه تو لاک خودم نرم. من این با شروع کردم، اعتماد به نفسشو ندارم، میدونم هیت میگیرم، خیلی سخته، ولی شروع کردم چون هدف من یوتیوبر شدنه. هدف من فرار کردن از یوتیوب نیست. پس من تا یوتیوبر نشم خدمت نمیرم، خیالتون راحت. اولین ویدیوم استرس زیاد دارم، چیزایی که باید حرف بزنم و دارم بداهه حرف میزنم واقعا و امیدوارم حداقل یه ویو بگیره این ویدیو، چون دوست دارم یه انگیزه‌ای باشه. حالا که مثلا من شروع کردم، آقا یه نفر این ویدیو رو دیده، مطمئنم کامنت نمیگیره، لایک نمیگیره، ولی من نمیترسم و شروع کردم. پس ببینیم چی میشه. Take my hand, rock the never, never land.